مقامات بلندپایه تاجیکستان از دو مؤسسه بین المللی مالی دعوت به عمل آوردند که در طرحهای گیدروانرژتیکی تاجیکستان و طرحهای مهم و حیاتی این کشور سهم بگیرند. نمایندگان بانک ملی تاجیکستان در یک ملاقات در واشنگتن از نمایندگان بانک سرمایه‌گذاری اروپا در ملاقات با معاون رئیس این بانک وزیر هودک دعوت به عمل آوردند که در طرحهای مهم گیدروانرژتیکی تاجیکستان سهم بگیرد. بانک ملی روز 25 اپریل در یک بیانیه رسمی گفت وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده و رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نور محمدزاده ضمن باخوری با وزیر هودک اظهار داشتند که اقتدار گیدروانرژتیکی تاجیکستان زیاد است و راغون اهمیت منطقوی دارد. از این رو از بانک اروپایی سرمایه‌گذاری دعوت کردند که در تطبیق این لایحه و لایحه‌های دیگری سرمایه‌گذاری شرکت نماید. از این پیشتر جلال الدین نورالیف معاون اول رئیس بانک ملی هم در ملاقات با معاون رئیس بانک اروپایی بازسازی و رشد یورگن ریکتارینگ خواسته است که در جلب این مؤسسه برای سرمایه‌گذاری در راغون مساعدت نماید. به گفته بانک ملی جلال الدین نورالیف قید کرد که برای تاجیکستان تطبیق لایحه‌های ساحه گیدروانرژتیک در افضلیت قرار دارد. به قول بانک ملی جمال الدین نورالیف برای شرکت بانک اروپایی بازسازی و رشد در تطبیق لایحه راغون و تحکیم بخشیدن همکاری در این سمت دعوت به عمل آورده است. دعوت مقامات بلندپایه تاجیکستان برای جلب سرمایه مؤسسه‌های بین المللی ظاهراً بیانگری آن است دولت مبلغ کافی برای ادامه ساختمان ندارد و می‌خواهد قرضی با امتیاز از این سازمان‌ها بگیرد. عین زمان ساختمان راغون از حساب پول یوروباندهای تاجیکستان ادامه دارد که کشور به مبلغ 500 میلیون دلار فروخته است، اما بهره این قرض‌ها کلان است و ممکن است تاجیکستان آن را به آسانی پرداخت نتواند. دولت تاجیکستان راغون را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سلین ایمپرجیلا تا آخر امسال یک از توربینه‌های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود. دولت تاجیکستان چنین می‌حسابد که بهره برداری کامل از نیروگاه برقی راغون می‌تواند که این کشور با نیروی برق کافی تامین شود و همچنین به کشورهای منطقه نیز نیروی برق صادر کند. مرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.